بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و مهتران و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما گشت تا در سفره دلی دیگر میزبان شما خوبان و سروران باشیم و میهمان فضای گرم خانواده های شما. امیدواریم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و لحظه لحظه زندگیتان گرمتر و زیباتر از لحظات گذشته اون سپری بشه. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود بار دیگر در برنامه امروز سفره دل و آغاز سخن با جناب دکتر. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما بزرگوار و هم خدمت تک تک دوستای عزیزمون در شبکه جهانی وصال حق و هم خدمت شما عزیزانی که ما رو بر سر سفره دلهاتون میزبان هستید. در خدمت شما عزیزان هستیم انشالله با ویژه برنامه‌ای که استاد سلیمانی عزیز برای ما انتخاب کردن و مجبور کردند که ما بریم در باز کنیم، بریم ببینیم که در داخل خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه خبر است. آقای سلیمانی چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟ من اولش نفهمیدم حقیقت حرف شما، یعنی این سر و گوش آب دادن در خانه پیامبر هدف چی بود؟ جناب دکتر سوالی رو که من میخواستم بپرسن از خودم پرسیدن تا بالاخره فتح بابی باشه در برنامه امروز ما و شما درباره صحبتی که با هم درباره ناگفته‌های از زندگی، ناگفته‌های از خانه پیامبر اکرم علیه السلام خواهیم داشت. انشاءالله امروز به همراه شما عزیزان یک سفر بسیار زیبا روحی و معنوی با هم خواهیم داشت به خانه عظیم، خانه های عظیم از انسانی عظیم که گیتی بمانند و او رو ندید و نخواهد دید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نازنین فرزندان آدم علیه السلام، ابر پیامبر تاریخ، گل سر سبد هستی، از بین مخلوقات الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم همون گونه که همه ما شما اطلاع داریم تعدد همسران داشتن. بعد از وفات خدیجه کبری رضی الله عنها در مدینه منوره علی الخصوص در کنار مسجد النبی خانه های مختلفی داشتن و همسران متعدد. در لحظه وفات 9 همسر داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته این استثناء خاص ایشون بود که بیش از 4 زن اجازه داشتن که ازدواج بکنه و برای بقیه امت تا 4 تا اجازه هست و بیشتر اجازه نیست. اما موضوع صحبت ما و شما در این برنامه پیرو به برنامه‌های گذشته که درباره بحث تعدد همسران صحبت می‌کردیم و اینکه چگونه مرد در برابر همسران خودش و همسران یک مرد در تعامل با یکدیگر و همسرشان رفتار بکنند، نیاز بود تا یک نمونه عملی و یک نمونه زیبا، الگوی زیبا داشته باشیم تا بدونیم که چگونه میشه جمع کرد بین همسران مختلف در یک فضای مهر و محبت و صمیمیت و چگونه میشه، آیا همیشه چند همسری به معنای اختلاف و مشکلات و سختی هاست؟ آیا این انتظار ما که اصلا انتظار داشته باشیم که وقتی که چند همسر هستن هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ یعنی اون تصور ما این باشه که حتما بهترین حالت ممکن اینه که ما هیچ اشکال ایجاد نشه، هیچ اختلافی ایجاد نشه، پس چون این اختلافات ایجاد میشه، چون این اشکال ها وجود داره، چون این مشکلات پیش میاد، بگو مگوها پیش میاد، پس نباید این اتفاق هم صورت بگیره و سوالهای مختلف دیگری که در این میدان خواهد بود. یک نمونه عملی میتونه برای ما و شما خیلی از ابعاد این موضوع رو بهتر شرح بکنه و مطرح بکنه و بهتر بتونیم که درک بکنیم موضوع رو درباره پیچ و خم‌هاش، فراز و نشیب‌هاش، راه حل‌ها، راهکارها، حقیقت و ماهیت اصل موضوع و فهم و درکش در قالب زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم که الگوی ماست و پیشوای ماست و تاج سر ماست، خاک پای او سرمه چشمان ماست. ببینیم که
در کانون خانه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل می شدن به خانه زیبای خودشون، خانه‌ای که سراسر سادگی و زهد بود اما دنیایی از احساس و محبت، چه میگذشت بین ایشان و همسرانشان. نه یک همسر، چند همسر داشتن. قابل توجه همه آقایانی که چند همسر دارن و قابل توجه همه خواهرانی که همسر چندم هستن، حالا چه اول چه دوم چه سوم، مراد بیشتر کسانی هستن که چند همسر هستن برای یک مرد. ببینیم که انشاءالله جناب دکتر برای ما چه خواهند گفت در این فضای زیبای زندگی رسول صلی الله علیه و سلم، ارتباطش با موضوع ما. جناب دکتر برگشتیم پیش خودتون دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. استاد سلیمانی عزیز، وقتی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنم میگم سبحان الله. ببین خداوند متعال چقدر بر ما بندگانش لطف و کرم داشتن که مثلا جبریل رو نفرستادن که شما برو پیغام منو به بندگان من برسون. اگر جبریل می اومد، خب اولی اینی که همه مسلمون می شدن، تا جبریل رو می دیدن دیگه جایی برای انکار نبود. اما بعد از اون که جبریل خب باید پیامش رو می رسوند و می رفت، بعد از این که می رفت ما می موندیم و هیچ. به این معنا که هر چی می‌خواستیم انجام بدیم میگفتیم والله این از دست ما بر نمیاد. خب جبریل بود دیگه، فرشته بود، اون فرشته از این کارا رو تونست انجام بده، ما چطور می‌کنیم؟ منظمتش. خب وقتی پیامبر اومد، پیامبر روی یک نقطه خیلی تاکید داشت و قرآن هم رو اون تاکید داره که هی بگو که انما انا بشر مثلکم. انسان من بودن. یک انسانی هستم، این بشری هستم مثل شما. مثل شما خیلی مهم است که قرآن میگه که مثلکم، که من مثل شما هستم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. که از بین خودشون، این کسی رو از بین خودشون که رو انتخاب کرد. و این فرد حتی در سیرت خیلی جالب است برای من که طرف میاد از بیرون میبینه که مجلس جمع از همه، نگاه میکنه میگه که ایوکم محمد، کدوم یکی محمده، کدوم یکی از شما پیامبره. یعنی اینی که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون جلال و جمال و هیبتشون مثل دیگران زندگی میکردن، مثل دیگران مینشستن، مثل دیگران همه حرکاتشون. یه اشتباهی که ما یا اهل علم احیانا انجام میدن اینی که میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خانواده‌اش رو میخوان، فکر میکنن که این از باب احترام هست، یه طوری تصویر میکشن که انگار که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه موجودی دیگه بود. یه کارایی آقا این کار شد، بعد چی اومد نمیدونم پیامبر این کار، یعنی کلا پیامبری رو تصویر میکشن که در بین معجزات و کرامات داره زندگی میکنه، فرابشری. اینو میگه آقا چرا این دروغا رو میگی؟ میگه که پیامبر است دیگه، بگم مثل ما بود؟ قرآن میگه مثل شما بود، تو کی از دیگه نگی؟ خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید داشتن که لا تطرونی، منو در وصف من مبالغه نکنید، غلو نکنید، مثل اونایی، مثل مسیحی ها که در حق حضرت عیسی مسیح این کار کردن و آخرش هم کردنش خدا. شما این کارو نکنید، من مثل شما هستم. هر کسی حتی در هیبت پیامبر وقتی میرسید میگفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بشین دل نه سرشو دست میکشید، میگفت مادر چرا میترسی؟ من پسر یه پیرزنی هستم مثل شما که تو مکه نون خشک میخورد، من مثل شما هستم. خب حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون که مثل ما هستند، خداوند متعال پیامبر رو چه قرار داد؟ الگو. ما از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الگو برداری میکنیم، از شیوه زندگیش با همسراشون. جالب اینجاست مادران مؤمنان رو خداوند متعال مثلا یک ویژگی خاصی نداد که اینا مثلا بشن چی؟ معصوم باشن، خالی از هر گونه اشتباه، که هیچ اشتباهی ازشون سر نزنن. نه خیر، عینهو مادر مؤمنان، عینهو یکی دیگه از صحابه،
یکی دیگه از زنای مکه و مدینه که بودن این همونا خواهرای اونا بودن دیگه، بله. از خانواده اونا بودن. ویژگیشون چیه؟ هیچ ویژگی ندارن، فقط ویژگیشون اینه که خداوند متعال اینها رو شرف داده که همسران پیامبر شدن. بس همسر پیامبر شده که چی؟ همسر پیامبر شده که مثل یک دوربین رابطهش رو با پیامبرش حفظ کنه، ضبط کنه، واسه ما منتقل کنه. مسائل خاصی که پشت پرده هست و داخل خانه هست که ما باید بدونیم، چون که برای ما پیامبر الگو هست. پیامبر در خیابان برای ما الگو هست، پیامبر تو مسجد واسه ما الگو هست، پیامبر در میدان دعوت برای ما الگو هست، در کلاس درس برای ما الگو هست، همونطور هم تو خانهش برای ما الگو هست. ما در خانه پیامبر چطور زندگی میکرد مثل پیامبر باشیم. خب پیامبر چطور با همسراشون رفتارشون، کمک در خانه و همکاری در مسائل خانه و خانواده، رسیدنش به خودش، به جستش، به زیباییش، لباسش، هندامش، موی سرش، ناخناش و تیپش و دوش گرفتنش، عطر و ادکلون زدنش، همه اینها که به هر حال به خودشون میرسیدن به خاطر همسراشون هم که به خودشون میرسیدن، خودشون رو زیبا میکردن برای پیامبر. اینا همه اینها رابطه زناشویی و رابطه همبستری پیامبر با همسراشون، اینا برای ما درس هست. چه ویژگی هایی داشتن، چه کار میکردن. اینا بخش از زندگی ما هست که ما نیاز به الگو داریم درش. خب واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امر خداوند متعال به پیامبر بیش از همسر، چند تا همسر داده شد. پیامبر 11 بار ازدواج کردند. هر باری از این، هر یکی از این خانواده‌های پیامبر یک ویژگی خاصی داره. خب ما الان در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زن اول و دوم داریم، هم زنی داریم، هم باقر رو داریم، زنای که سالمند داریم، زنای بیوه داریم، زنای که از ازدواج موندن داریم، زنای مطلقه داریم، زنای باکره داریم، همه اینها رو داریم. زنایی داریم که زود عصبانی میشن، زنای نرمخو داریم، زنایی هستیم که کار میکنن و همه اینها رو در زندگی پیامبر اکرم داریم. چرا؟ چون که در زندگی ما همچنین نمونه هایی پیدا میشه. وقتی اصلا ما بیاییم ببینیم که قرآن کریم حتی قرآن کریم نمونه های از زنها رو که برای ما تعریف میکنه، مثلا 2 زن مثل هم تعریف نمیکنه. زنهای زیادی در مسیر تاریخ بودن، هر زنی با ویژگی خاصش، یک صفات خاص. یه زنی داریم که خداوند متعال ازش به عنوان یک زن الگوی اول نام میبره که مادرمون حوا باشه، که اساس رحمت و شفقت و تکامل انسانی است. آدم پریشان نیاز به همسر داره، خداوند متعال چطور حوا رو براش میاره، یک زوجی که دیگه مثل 2 قناری با هر هم دیگه چهچه میکنن تو بهشت، اونجا تو بهشت و بعدش تو دنیا و این همه مسیر به اصطلاح زندگیشون. در همین قرآن کریم مثلا تصویری از یک زن هوسرانی داریم که دچار یک نوع بحران میانسالی شده با همسرش. زن عزیز مصر رو داریم که یک جوان خوشگل رو دید و خودش رو گم کرد، وسوسه شد، چون در یک محیط اجتماعی بحران سازی زندگی میکرد. در همین میدان در قرآن کریم یک زنی رو داریم که قدرت مدیریت خیلی بالایی داره، که جامعه رو کنترل میکنه، یه رهبر مانند هست. این زن آسیه هست که زن بلقیس هست که داره حکومت مصر رو، یمن، ملکه سبا هست که یمن رو داره مدیریت میکنه. یه زنی دیگه داریم که یه شوهر بسیار بدجنسی داره، که شوهر بی‌نهایت ظالم و خودخواه و اما این زن مؤمن هست. حالا تو این فضا چطور یک زن میتونه خودش باشه؟ خب میبینیم که زن فرعون هست، ملکه روی زمین، و این شخصیت چطور میاد در این فضایی که بدتر از اونش تصور نیست. خب این میاد خودشو بنده صالح خدا جلوه میده و میشه سیدت نساء العالمین.
با تمام وجود ناز و نعمت ها و ثروت ها و قدرتی که داره. چیزایی که به صورت یک زن نمونه میشه برای انسان ها. ببازه ضرب توش. الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. یک زن دیگه داریم، مثلا یک زن خائن، به شوهرش خیانت میکنه، زن لوط و زن نوح علیه السلام، در منهج و اعتقاد و کفرش. بله. یک زن دیگه در قرآن کریم زن حسود بدجنس، زن ابولهب. یک زنی داریم که مواظبه که زندگیش نپاشه، شوهر زکریه داغ کرد فلان، اما زندگیش، بچه ها، آینده. خوله رو داریم که میره پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله مردی کم قاطی کرده، داره زندگی منو خراب میکنه. یه زنی دیگه ای داریم که وقتی فشارهای اجتماعی روش میاد، از هر طرف طعنه و از هر طرف بد و بیرا بهش میگن، در ناموسش بهش طعنه میزنن، و این چطور در مقابل این فشارهای اجتماعی ثابت قدم میمونه و زندگیش رو تباه نمیکنه. مادر مؤمنان عایشه رو داریم. یک زن دیگه ای داریم، مثلا زنی که در عفت و در حیا نجابتش اصلا زبان زن خاص و عام هست. مریم ابنت عمران رو داریم، مادر عیسی علیه السلام. عایشه رو باز هم داریم. زنای غیرتی رو داریم که این غیرت باعث میشه که اینا یه جوری شوهرشون رو اذیتش هم بکنن. حضرت باز هم عایشه و حفصه رو داریم در سوره تحریم. پس ما نمونه های بسیار زیادی رو در قرآن کریم از زنهایی داریم که در واقع انعکاس طبیعی جامعه هستند. مادر موسی یادتون رفت؟ مادر موسی نمونه یک مادر فداکار، دلسوز، مؤمن. مادر مریم و مادر مریم همچنین، امرأت عمران که به اصطلاح تونست همچنین دختری رو ببخشه به راه الله، یعنی یک انسان فریخته پرهیزگار. همه اینها نمونه هایی از تقوا و نمونه هایی از لغزش هایی که احتمال وجودش هست و در فطرت انسانی میدانش هست. میایم در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، میبینیم همچنین چیزهایی تکرار میشه. این همچنین نمونه های ما اونجا هم داریم. همچنین نمونه هایی داریم، اما ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم البته به جز نمونه های منفی بیشتر نمونه های مثبت هست. ما کافر نداریم اینجا و کافر نداریم، اما مسلمانی داریم که یه کارایی میکنه، فول میکنه، اشتباهاتی ازش صورت میزنه. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور اینها رو مدیریت میکنه و چطور این فضا رو اداره میکنه. شما ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسران متعدد دارن، اما این همسرانش خانه هاشون کجاست؟ کنار هم. هر یکی خانه داره، یک اتاقی داره، اما کنار هم هستن. حتی قرآن کریم میاد به خاطر موندن این تصویر این خانه ها و احترام اینها، یه سوره از قرآن کریم اسمش از سوره الحجرات. اسم سوره قرآن هست سوره خانه های پیامبر. خیلی زیباست. چرا؟ چون وجود این حجرات معنادار است و خود این سوره محتواش غالبا اخلاق است. اخلاق و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جایگاه مادران مؤمنان و اونا که اهل بیت هستن. خب این اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مادران مؤمنان، خب اگر قرار باشه مثلا پیامبر روزها رو بر اینها تقسیم بکنه، یعنی اینی که هر یکی از اینها 9 روز طول میکشه تا پیامبر رو ببینه. امروز حالا این برای پیامبر یک نمونه سخت برای ما تخفیف داده شده 4. خب میبینیم که نه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر روز به همه همسراشون سر میزنن، احوال پرسی میکنن، ولی اینکه نوبتش هم نباشه. نوبت یه چیزی دیگه است و سر زدن و احوال پرسی یه چیزی دیگه است. مفاهیم مغلطه‌ای که ما داریم که آقا یک همسرت باید اونور دریا باشه، یکی اینور اقیانوس، یکی شمال شهر باشه، یکی جنوب شهر، نه که اون روزی که رفتی روز دوشنبه اینجا از ساعت 7 صبح تا نمیدونم 7 صبح روز بعد و اینجا شیفت. زندگی رو همچنین
تلخ میکنیم به خودمون که انگار ما داریم دو تا پیشواره رو میبندیم توی مثلا یک دیوار. نه، زندگی اینطور نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همه سر میزنن. خب هر روز. بعد هر شب کجا هستن؟ هر شب همه ی همسران جمع میشن توی اون. چرا؟ یعنی شما تصور کنید آقای سلیمانی، شما حالا باز شما شدید با همون وضعی که شما دارید، یه زنی که دارید و جرأتش نداره که زن دیگه بگیرید، شما همین خانم توی روز نبینی چی میشه؟ دلم تنگ میشه براش. خیلی دلت تنگ میشه نه؟ الان تصور کنید که اون همسر پیامبر رو خیلی سخته، یه روز نبینه، دیوونه میشه. خیلی سخته براش. واسه همین همشون جمع میشدن امشب پیامبر کجاست؟ خونه سوده. همه خونه سوده. سوده چطور تحمل میکرد؟ تحمل میکرد چون که فردا با سوده میرفت خونه ام سلمه، هر از فردا میرفتن خونه حفصه، پس درش میرفتن خونه عایشه. این حکایت تکرار میشه برای همه. حکایت تکرار میشه. یعنی اینی که ما در یک زندگی مشترکیم، یادمون نره. در یک فرد که شوهر مشترکیم، در عموم این زندگی مشترکیم. فرزندان، خب یکی صاحب فرزند میشه. الان تصور کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همه این 9 تا همسر بچه ندارن، فقط از ماریه ابراهیم رو داشتن. اونم در اواخر، یعنی اونم در اوایل نبود، یعنی شاید بگیم سالهای 6 به بعد 7 به بعد. من قبل از اون همه این همسران بچه دارن یا ندارن؟ هیچ کدوم ندارن. از رسول الله هیچ کدوم ندارن. همشون 4 تا دختر دارن که دخترای پیامبر باشن. فاطمه کجاست خونش؟ فاطمه حداقل تا 2-3 سال اول که همونجا زندگی میکنه، گرچه بعد از ازدواج هم دقیقاً پشت خانه های رسول صلی الله علیه و سلم تو هم فضاست. تسبیح به خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دقیقاً پشت خانه مومنین عایشه بود. من یعنی چی؟ چرا؟ خب چرا این خانم ها نمیتونستن دوری فاطمه رو تحمل کنن؟ فاطمه دختر 9 تا مادر بود. بقیه دخترای پیامبر همچنین، اما اونا ازدواج کرده بودن، بزرگتر بودن، به هر حال سر و سامان گرفته بودن، رفته بودن. خب حتی زینب هم، یعنی خونه‌شون کجا بود؟ زینب که اصلا همونجا بود، پیششون بود. حالا رقیه که سال دوم وفات کرد، اما زینب بعد از اینکه از ابوالعاص جدا شد، بعد از بعد اومد تا سال 8 که ابوالعاص مسلمان شد همونجا بود. همونجا بود. تو همون فضای خانه‌های رسول صلی الله تو همون خانه ها بود. بله. خب و عثمان هم خونه‌اش همون دور و برا بود. بله، با ام کلثوم همون نزدیکا زندگی می‌کرد. بس یعنی چی؟ یعنی خانم عزیز، تویی که همسر همچنین فضایی هستی، تو ویژگی هایی داری که خیلی از زن‌ها ندارن. چه ویژگی؟ تو مثلا کمبوده هایی که تو داری در فضا جبران شده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا به طور مثال یه عزیزی داریم، خانم بسیار فعال و شناخته شده ای هست و فعالیت دینیش خیلی خوبه، در یکی از معاهد درس میده. ایشون همسرشون رو مجبور کردن که با یکی از دوستاشون ازدواج کنن. خب یه بار دیگه همسرشون رو مجبور کردن، خانم اول همسرشون رو مجبور کردن، همسرش نمیخواد زن بگیره، گفت نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که من مشغول یک وظیفه‌ای هستم، این وظیفه برام مهم هست و وقتی هم ازدواج کرد شرطش این بود که من کارم رو که کار ساختن آینده هست، معلم هست، این رو رها نمی‌کنم. خب اما خودش میدونه که من جزئی از این زندگی که مال زندگی مشترک هست رو گرفتم واسه خودم. بله. پس اینجا یک جای خالی هست. این جای خالی رو کی پر میکنه؟ باید کسی دیگه باشه. وجود این شخص دوم، زن دوم، چه فایده برای این داره؟ چی؟ فایده داره که بهش فضا میده که بتونه فعالیتش انجام بده، هدفش رو پیش ببره. خب واسه همین ما توصیه میکنیم همیشه اگر شما معلم هستید، اگر شما پزشک هستید، اگر شما یک زنی هستید که کار میکنید، شاغل هستید، برای اینی که زندگیت پر از سعادت و خوشبختی باشه، شرطش اینه که بری واسه شوهرت زن بگیری. اگر این کارو نکردیم، کیه باخته؟
خودت نمیتونی به کارت برسی، یا به کارت میرسی یا به شوهرت، یا کارتو از دست میدی یا شوهرتو. در فضایی که چنین هست شما برید یک قلم و کاغذ بردارید، فقط یه چرخی بزنید فقط پیش اونایی که میشناسید، ببینید توی این خانواده هایی که همسر شاغل هست چقدر از اینها یا طلاق گرفتن رفتن یا طلاق عاطفی در این خانه برقرار هست. من دارم فکر میکنم که اون خواهرانی که شاغلن و الان دارن کلام شما رو میشنون تو دلشون چی دارن به شما میگن یا حتی تو زبونشون؟ من میگم اینا چی میگن. چی میگن؟ اونا الان یه بوس میندازن به طرف تلویزیونشون. البته اگه تلویزیون سالم باشه یا کانال عوض نکرده باشه. عوض نکردن. چرا؟ چون جامعه رشد کرده، عقل‌ها داره رشد میکنه، همه دنبال این هستن که آقا ما تو این خونه مشکل داریم، اصل مشکل کجاست؟ استاد سلیمانی عزیز، همه افرادی که درد دارن میدونن الان ما یه مرحله‌ای از زندگی رسیدیم که دیشب با برادرم داشتم یه چک میزدیم، فقط افرادی که ما میشناسیم. بله. که چقدر دخترای مونده هستن دور بر ما، سن بالا رفت. چقدر دخترایی هستن که خانم‌هایی هستن که شوهراشون مردن یا بچه ندارن یا یکی دوتا بچه بیشتر ندارن، چقدر مطلقه هستن. الان این درد عمومی شده، هر کسی در هر فامیلی این رو داره احساس میکنه. خب چون که این احساس وجود داره، این درد وجود داره و زنها درسته که یک غیرت کوری هم دارن، خب که بعدا میایم در مورد غیرت کور هم حرف بزنیم، در این حال یک طبیعت انسان دوستانه‌ای دارن که مرد اون رو نمیتونه اصلا بفهمه. شما فقط برو واسه خانمت قصه یکی از همسایگان یا افراد رو تعریف کن، یک خانمی که مثلا بیوه شده، خب فقط همین که بگی بیوه شده یا دیدمش سر صف نونوایی میبینی که اشکش اومد پایین. چرا؟ اما اگه ادامه بدم میگن این صحبت رو توی نکن، بقیه شو دیگه صحبت نکن، بذار برای جناب دکتر. حالا شاید بسیار نخواد که شما پیشتر برید، حتما نمیخواد، این جای خودش. اما اینی که هوای همدیگر رو زنا اینقدر دارن که اصلا تصورت تا وقتی دارن که حریفشون نباشه. نه اینطور نیست. برداشت منه. برداشت شما چون که شما میخواهید که از یک زاویه یک اقلیت بسیار ناچیز در جامعه اون رو بزرگش کنید، در حالی که اینطور نیست. خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بله، در خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببین یه تصویر برای شما بدم. یه روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشستن، اینجا عایشه و اینجا سوده و عایشه خیلی با هم واسه هم دیگه میمیرن و تا جایی که اولین به اصطلاح هبوهایی هستن که در خانه رسول الله بودن، چون اول که سوده بود، بعد از سوده عایشه رضی الله عنها، این دو نفر اولین به اصطلاح میشه گفت تعدد زوجات رسول الله بودن. بعد از سوده اولین نفری که اضافه شد که دومین نفر عایشه است. سوده سال خورده است، 50 و حدوداً در مدت وقت ازدواج حضرت عایشه به 60 سالش بود. خب عایشه دختری بود که پیامبر باشون ازدواج کردن، تنها دختری هست که پیامبر باش ازدواج کرد. بله. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه پاشون رو گذاشتن توی گود سوده، یه پایشون رو این تو میدان، این طرف اون طرف، یک پا این ور یک پا اون ور، یه پا این ور این پا اون ور. عایشه یک غذایی رو الان ببین نه هوا هستن، یه غذایی درست کرده آورده میخورن، غذایی که هست که با شیر و گندم و اینجور چیزا، چیز شبیه سمنو، مثل سمنو. خب بعد میده پیامبر میخورن، همه میخورن میخندن، فضا کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و دو تا از همسرانش که در تصور ما باید اینا خروجنگی داشته باشن. معانی تلویزیونی است، معانی سریال های مبتذلی هست که میخوان جامعه رو به جون هم بندازن. این معانی هست افرادی که خارج از نطاق نیازهای بشری و خارج از فرهنگ انسانی و دینی زندگی میکنن.
خب عایشه میگه که سوده جان بخور. سوده دلش نمیخواد، اشتها نداره، میگه نه نمیخوام. میگفتم بخور، اشتها ندارم. میخوری یا بزنم به صورتت؟ میمالم همین رو به صورتت. رسول الله نشسته، پیامبرم نشسته تماشا میکنه. خب هیچی، دید که نمیخوره، عایشه هم گرفتی که از زمین مالید به سر صورت سوده. خب عایشه در مقابل سوده یک دختر هست، شوخی کرده. حالا خب ایشون سال خورده هستن، به عمر مادر عایشه هستن. بله. خب اما خب این کارو نباید میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پایشون آوردن اینور که سوده هم دست و پلش باز باشه، میدان خالی کرد. گفت انتقام خودتو بگیر. سوده هم گرفت از اینا مالید به سرشون، همه میخندن. این فضای چی هست؟ فضای محبت، فضای دوستی، فضایی که باید در هر خانه‌ای که افراد متعدد هستن باشه. یه پرانتز جناب دکتر، باید در هر خانه‌ای که افراد متعدد هستن باشه. الان اگر خواهری بیاد و از شما بپرسه خب شما ما رو دارید با سوده و عایشه مقایسه میکنید اما حاضر نیستید خودتون رو با رسول الله مقایسه بکنید، شما دارید صحبت از مردی میکنید که تمام عالم به عظمتش اعتراف داره، معصوم از خطاست، عادل مطلقه و یعنی عدالت داره در تمام رفتارش، اما مرد امروزی خود مرد طرف حاضر نیست عدالت داشته باشه، شما انتظار دارید که این حرف یک انسانیه که میخواد بگه که آقا درسته دو تا 4 تا، اما من حاضر نیستم قبول کنم. یعنی چی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک انسانی که عصبانی میشه، میخنده، شوخی میکنه، با همسراش ورزش میکنه، 2 میدانی مسابقه میدن. خب تو جمعی که نمیدونم جشن عید پیامبر همسراشو میاره تماشا میکنن که ببینن بچه‌ها نمیدونم بازی‌های نمیدونم چی میکنن، رزمی میکنن. خب شوخی میکنه پیامبر. استاد سلیمانی عزیز یه مثالی میزنم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بعد از اون میفهمی که پیامبر چقدر شوخ طبع، خوش اخلاق. بیایید در یک فضایی که همش درد هست، جدیت تاپ در اوج. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیمارن. اون بیماری که چی؟ وفات میکنن. این پیامبر وقتی بیمار شدن، در حالی که بیمار هستن کجان؟ از یه خونه به خونه دیگه منتقل میشن. همه امهات المؤمنین در هر خونه جمعند، همه در هر خونه که میره پیامبر جمعند. آخر به خودشون میان بابا که نشد پیامبر روز اینجا و این وضع میره اونجا. خب بذاریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همه میدونن که پیامبر عایشه رو بیشتر دوست داره، هیچ مسئله‌ای نیست، مسئله‌ای نیست. این چیزی که اما رابطه پیامبر با همه یکسان. عدالت یعنی چی؟ یعنی اینی که حق همه رو رعایت کردن، این یکسان هست. همه میگن که در خونه عایشه باشه، ما میایم اونجا. چرا پیامبر منتقل بشه اذیت بشه؟ نمیگه. خودخواهی گم میشه در این فضا، فضای ما به وجود میاد، منیت ذوب میشه. پیامبر در بیماری اخیر هستن، چقدر درد میکشن، چقدر اذیتن، اما در همین میخوان همیشه فضای شادی باشه. میگه که سرم درد میکنه. عایشه میگه که منم سرم درد میکنه. بله انا وارثم. منم سرم درد میکنه. پیامبر شوخی میکنن، میفرمایند که عایشه چی میشد که تو قبل از من بمیری؟ من میگرفتم غسلت میکردم، کفن خوب میکردم، میبردم دفنت میکردم، نماز میخوندم برات. آره ببین انسانه. عایشه هست، مادر مؤمنان هست، حبیبت الرسول صلی الله علیه وسلم در بهشت هست، افقه نساء امت علی الاطلاق، عاقل ترین بانوی دانشمند اسلام هست. با این وجود میگن
میخوای که من بمیرم منو دفن کنی، از اونجا هم بازا بیا خونه من، همون هوای منو جمع کنی جشن بگیرید دیگه. این موضوع غیرت یک زن نسبت به زنان دیگر، این اصلا هیچ ربطی به شخصیتش و جایگاه و فضیلت اون شخص نداره. هیچ تعارضی هم نداره. این چیز طبیعی است کاملا. چیز طبیعی است. نمیشه انتظار داشت چون فقهش بالاتره، چون افضله، پس این موضوع رو نباید حساسیت نشون بده. این عایشه‌ای که این حرفو میزنه همین عایشه است که بعد از 2 ساعت دیگه همه همسران میان خونهش. همین عایشه است که چند روزی پیش که پیامبر در خونه حفصه بود اونجا بود و همه کنار هم بودن. یعنی اینی که احیانا دعوا مرافع به وجود میاد، احیانا غیرتی میشن، خیلی هم میشن، طبیعیه. احیانا دعوا میشه، بله دعوا هم میشه. تا چه حدیه این حد و مرزا؟ هیچ حد و مرزی نداره. حسادت میشه، بله حسادت میشه. دعوا میشه، بله دعوا میشه. قطع رابطه؟ قطع رابطه هم میشه. قهر هم میکنن، با هم دیگه هم قهر میکنن، با پیامبر هم قهر میکنن. یه روز پیامبر اکرم سلام، خب پیامبر هر جا که میبودن اگر مهمونی هم میومدن خب میدونستن که پیامبر امروز کجا هستن، طبیعتا میرفتن اون خونه. بله. خب وقتی برای پیامبر مهمون میومد خب همه احساس میکردن که مهمون واسه مهمون شوهر منه. اگر چیزی تو خونش میبود میآوردن. خب پیامبر تو خونه عایشه هستن، حالا همین عایشه و همین سوده که چقدر با هم مهربون بودن، شوخی میکردن تا جایی که حتی مومنین سوده حق خودش رو میبخشه به عایشه میبخشه. اون روزی که نوبتش هست گفت یا رسول من طبیعی هست میبخشم با عایشه. یک همسری هست، خانم ها عموما در این عمر زیاد تمایل به اصطلاح تمایل جنسیشون خیلی پایین میاد. طبیعی هست. حالا مثلا با این وجود این یه نوع ایثار بزرگی هست و این کار رو کرد. چون چرا؟ چون که رسول الله رو دوست داره. بله. و در محیط خانواده حالا اگر دعوایی میشه بر سر مثلا همسر یا در بین همه این دعوا مصدرش چی است؟ سببش چیه؟ غیرت سببش چیه؟ محبت. اگر یه چیزی مبناش محبت و عشق هست، ما چیزی که بر مبنای محبت و عشق بوده این رو چطور بیاییم منفی تلقی کنیم و دعوا بندازیم روش؟ تصور کنید شما مصطفی میخواد که بابا یه غذایی میخواد یه لقمه‌ای بذاره تو دهن بابا. چرا میخواد؟ چون باباشو دوست داره. بله. به جای اینکه بذاره تو دهن من این ذاره تو چیش من الان چیکار کنم؟ باید این سینی بزنم؟ نه. چرا نزنم؟ چون نیتش مهمه برام. چون که میدونم این کارو کرد اون چیزی که باعث شد این کار بشه محبت بود. حالا بین عایشه و سوده چه شد؟ بین عایشه و سوده خب برای پیامبر مهمون اومده، یه غذایی درست کرده بود، گفتم اینو بفرستم برای مهمون. اون سوده فرستادن رضی الله تعالی عنها با کسی که اینو برسون خونه عایشه. خب مهمون خونه پیامبر است، خونه عایشه است. سوده میخواد خود شیرینی کنه مثلا، این برداشته؟ یک برداشته باشه، چون میتونه برداشته عایشه صدیقه رضی الله عنها باشه. اومدن تو همین بنده خدایی که غذا رو آورده بودن تو سینی، ایشون زدن زیر سینی افتاد شکست. خب الان در محضر رسول صلی الله و در محضر مهمونا الان پیامبر چه بگن دعوا بکنن؟ چرا این حرکت چرا صورت گرفت؟ از باب دشمنیه؟ نه. عایشه پیامبر رو دوست داره، سوده میخواد در این دوستی، تصور عایشه این است که سوده میخواد در این دوستی رقابت کنه، نکنه از من جلو بزنه. خب این غیرت این باعث شد که تحمل نکرد. خب شکست، سینو رو شکست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ غارت امکم مادرتون غیرتی شد، برادرتون غیرتی شد. بچه‌ها بیایید
غذا رو جمع کردن تو یک سینی دیگه گذاشتن. عایشه رو گفتن سینی مثل این داری بیارش. همون سینی خود عایشه رو که آورد دادن به کسی که غذا رو آورده بود، گفت اینو برگرد. خیلی تعبیرات جالبه است. غارت امکم، مادرتون غیرتی شد. هم دلیل توجیه کار رو برای صحابه و همین که امکم مادر شماست، مواظب باشید. با این کاری که کرد بازم مادرتونه و غیرتی شد. این چیز طبیعی است. نه این نیاز داره. ظرف و شکست. ظرف و شکست، خب بدل ظرف داد. و اتفاقا علامه ابن حجر میفرماید در چندین روایت مختلف، یک بار اسم سعودی، یک بار اسم حفصه، یک بار اسم ام المؤمنین صفیه، یک بار اسم ام سلمه ذکر میشه که دلالت بر کثرت این اتفاق داره. اتفاق طبیعی یک زیاد اتفاق بیفته. یعنی یک بار هم تکرار نشده، یعنی چندین بار تکرار شده. چندین بار در خانه‌های مختلف. احتمالش زیاد است. چرا؟ چون طبیعت بنی آدم اینه. حالا اگر این اتفاق الان جای بیفته، شوهری خانم اول دوم سوم این کار رو ببینه که خانم اول مثلا در مقابل ظرف خانم دوم زد شکست، میتونه تحمل بکنه؟ باید تحمل بکنه. چرا رفت زن دوم و سوم گرفت؟ حالا که زن دوم، هر چیزی بها داره. شما که اومدید اینقدر، اولا اینی که هر انسانی بدون استثناء، هر انسانی که خداوند متعال بهش توفیق میده زن دوم و سوم و چهارم بگیره، این ظرفیت توش هست. ظرفیت تحمل و مدیریت. اما آیا این از این ظرفیتش استفاده میکنه یا نمیکنه، این برمیگرده به خودش. میتونه اینجا، خب میتونه یه دید دیگه داشته باشه. این زنه زد منو جلوی مهمونا خیت کرد، آبروی منو برد، مهمونا چه خواهند گفت فلان. میشه یا نمیشه؟ اگر سکوت بکنه و به این حجت که بگن آقا من اگه سکوت بکنم خب پشت سر من حرف در میارن که تو مقابل زنت فلانی حرفی نداری برای گفتن و زن زدی یا فلان. سکوت نکرد. غارت امکم. خیلی جالب. خب یعنی مادرتون غیرتی شد، مهمونا میزبونتون غیرتی شد، چه کنیم دیگه؟ حالا بیایید این غذایی که افتاده اینو جمع کنیم، کسی که نشده خوبه، خب جمعش کنیم. مهمون هم انسان هست دیگه، عقل داره، شعور داره، میدونه. اونم خوشحال میشه وقتی میبینه فضای خیلی عادی هست، خیلی برخورد خیلی راحت. ما حتی یادتون باشه داستانی میخواید بگید؟ یه داستانی بگم که تو اون کتک کاری هست. اجازه بدید پس کمی بیان برنامه بگیریم برگردیم همینجا در خانه های رسول صلی الله علیه و سلم باشیم. برمیگردیم برنامه شما بینندگان عزیز. همچنان این بوستان و گلستان حکایت ها و شاخ گل های زیبایی برای ما هدیه خواهد داشت که ان شاء الله بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع در خانه های ناگفته های از خانه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که برای ما در زندگی زناشویی الان خصوص برای عزیزانی که تعدد زوجات کردن بسیار راهگشا خواهد بود. همراه ما باشید. برای عزیزانی که در فکر تعدد زوجات هستن که این قضیه اینقدر آسونه. با همون چیزی که جناب دکتر فرمودن همراه ما باشید. جزاکم الله. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من
من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سفره دل با موضوع ناگفته‌هایی از خانه پیامبر اکرم علیه السلام. و در بخش اول برنامه جناب دکتر یک توضیحی داشتن و یک شرحی و تمثیلی از فضای موجود در داخل خانه های رسول صلی الله علیه و سلم و آنچه که احیانا اتفاق می‌افتاد در بین همسران و رابطه همسران و به برخی از نمونه‌ها اشاره فرمودن که انشاءالله باز همچنان این موضوع رو ادامه خواهیم داد با حکایتی دیگر از حکایات زندگی رسول صلی الله علیه و سلم و همسران بزرگوارش در محیط خانه. جناب دکتر در خدمت شما هستم. حرف از تمثیل زدید، من یاد یکی از پیام‌های یکی از
خواهرای بزرگوار افتادم که خیلی خوشش اومده بود وقتی من چای رو گرفتم گفتم آقای سلیمانی بازم اون حکایت قنده است. یه قند بندازیم چی میشه؟ چی میشه؟ شیرین میشه. 2 تا بندازیم چی میشه؟ بازم شیرین میشه. شیرین‌تر منظورتونه. آها شیرین 3 تا که انداختیم چی میشه؟ قنده خیس میشه. خیلی شیرین‌تر میشه. 4 تا که انداختیم چی میشه؟ زندگی عسل میشه. خب دیگه واقعا این مثالتون دیگه برای برخی خیلی سنگینه تحملش. برعکس یکی از خواهران وقتی این مثالش فهمیده بود گفته بود که من میخوام که تو خونم 3 تا همباغ دیگه بیارم تا زندگیمون عسل بشه. در هر حال من حرفی ندارم برای گفتن. این چون واقعیت زندگی است حرفی برای گفتنم نداره، جای حرف نمیمونه. مثلا کنم واقعا جماعت رابطه خوب نیست. خداوند متعال به انسان میگه که قو انفسکم و اهلیکم نار، که هدف از این زندگی زیبا اینه که ما خودمون و خانواده هامون رو از آتش جهنم نجات بدیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. و مرد مسئول از اون چیزی که تو خونه اتفاق میفته. ببینید همه این اتفاقات در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفته. دعواها میشه، اما پیامبر چه کار میکنه؟ یه جایی فقط ما پیامبر رو میبینیم که یه لبخند میزنه، یه جایی پیامبر رو میبینیم انگار سکوت میکنه، چیزی نشد، نادیده میگیره، در حالی که قضیه شاید در تصور ما خیلی بزرگ باشه. یه روز همون قصه دعوا رو داشتیم میگفتیم. خب گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر خونه‌ای که میرفتن روزا خودشون سر میزدن، به همه احوال همه رو میپرسیدن. خب شبا هم همه خونه ها کنار مسجد بود، همه جمع میشدن تو اون خونه‌ای که پیامبر اونجاست. خب بعد از مغرب دیگه تقریبا پیامبر با خانواده بودن دیگه، تاریک میشد و چیزی نبود. بین مغرب تا عشاء تو خونه همون خانه‌ای که بعد از عشاء اونجا می بودن، همه اونجا جمع میشدن، نماز عشاء رو میخوندن، میرفتن، هر کی میرفت خونه خودش، پیامبر میرفتن اون خونه‌ای که امروز نوبتشون بود. خب اون وقت هم چراغ که نبود، روشنایی نبود، همه جمع شده بودن تو خونه عایشه، نوبت عایشه بود رضی الله تعالی عن امهات المؤمنین. وقتی ما اسمشون رو میگیریم به خاطر این محبتی که داریم دیگه، ام المؤمنین همه ام المؤمنین هستند و همه تاج سر ما هستند و ما بیشتر از ام المؤمنین وقتی میگیم یعنی به ما نزدیکترند از مادرامون. مادر ما هستند بر مبنای ایمانی که خداوند متعال به ما القا کرده و برای ما گذاشته و همین شرف براشون کافی است که در جنت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالاترین درجات بهشت است و این شرف هم واسه ما که در بهشت هم ان شاء الله با اونا هست ان شاء الله. خب تو خونه مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها هستن. عایشه با زینب زیاد شکلشون فرق نمیکنه، یعنی که حجمشون تو تاریکی نمیشه مشخص بشه که کدوم عایشه است کدوم زینب. اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا هستن، زینب اونجا نشسته، پیامبر فکر میکنن عایشه هست. خب چون نوبتشون هست چون دست میدن، عایشه متوجه میشه نوبت منه. پیامبر زینب، خب پیامبر اگر متوجه نیست چرا زینب متوجه نیست؟ خب زینب دست زینب اونور که چی؟ خونه منه، نوبت منه. الان خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه نبودم که عایشه نیست. حالا این دوتا به جون هم افتادن، داد میده بابا پیامبر دستشو آورد من چه فران، دعوا شد. خب دعوا کجاست؟ خونه ای که کنار مسجده. بله. یعنی سر صدا که بشه هر کسی جرأت میشه میشنوه. در همین اثنا خب حضرت ابوبکر صدیق از اینجا میگذاشتن که وقت نماز نزدیک بود، پدر عایشه صدا هوایی هست اینجا، صدا کردن که یا رسول الله وقت نماز بفرمایید، وقت نمازه. و گفتن که یا رسول الله یه سیلی بزن تو دهنشون. ابوبکر کی هست؟
ابوبکر یک انسانی هست که نمیتونه به مورچه بگه اوف. در یک انسان بسیار نرم خو، مهربان که مثل ابوبکر پیدا نمی‌کنی. اما وقتی قضیه پیامبر باشه دیگه ابوبکر شیر میشه، اینقدر عصبانی میشه. قضیه دین باشه اینقدر عصبانی میشه که اون عمری که ما میشناسیم، عمری که قویه و عمری که سخت خوب است و اینا، در مقابل ابوبکر هیچی، فراموش میشه. هیچ اصلا. اینجا مثلا ابوبکر این نرم خو میگه یا رسول الله بزن تو دهنشون، اونه که دخترش هم باشه، همه رو چی سر صدا میکنن در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صداشون رو بالا میبرن. عایشه خیلی ترسید، گفت فلان بابا میره مسجد نماز عشا خونده میاد دیگه پوست از سرم میکنه. خب بعد دیگه همه ساکت شدن و قضیه. در این اصلا ما میبینیم مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، دعوا شده، دو تا از همسرا دعوا میکنن، پیامبر کجاست؟ نشسته اونجا، هیچ عکس العملی نشون نمیدن، چون که اینجا یک دعوایی هست مبناش غیرت هست، غیرتی که مبناش عشق هست، محبت هست. الان بخواد از کی میخواد دفاع کنه؟ سخت. پس اینجا راه حل چیه؟ سکوت. چیزی نمی‌افتاد، دو تا با هم حرفی میزنن یا دو تا حرفی میزنن، فردا صبحش میاد از هم دیگه معذرت خواهی میکنن که اشتباه شد، ببخشید من ناراحت شدم دیگه فلان، تا قضیه حل شد و حل هم میشه. خب تو این مجلس نه تنها پیامبر، اصلا بقیه هم هستن، اونا هم سکوت. چرا؟ تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که دوتا مشکل دارن دیگه، ساده نمیگه که آقا دیگه اشتباه شده دیگه تو چرا اینقدر حفظه، میگه خود کرده اشتباه شده. نه، قضیه این حرفا رو نداره. این واکنش طبیعی است، واکنشی است که بر مبنای غیرت اومده. خب غیرت هم که مبناش عشق هست، پس هیچ مورد خاصی پیش نیومده. اینهو دو تا بچه‌ای که مثلا میان پیش پدر یا پدر بزرگی، میگه پدر بزرگ من، اون میگه پدر بزرگ من، این اون هول میده، اون هول میده. اینجا دیگه ما نمیگیم اینو سیلی بزنیم اونو سیلی بزنیم، هیچ کاری داره میکنید؟ نه، خیلی طبیعی است. زندگی رو وقتی ما اینطور میگیریم و بعدش چی اتفاق میفته؟ هیچ، دیگه میرن نماز هر کی میره خونه خودش. ابوبکر دیگه تو دلش گرفته، بعد میاد یکم عایشه رو دعواش میکنه که دیگه نباید از این حرکت‌ها بکنی، تو نمیدونی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محضر رسول الله صداتو میبری بالا، این کارا چیه که عایشه و فلان. عایشه هم میدونه که اشتباه کرده، معذرت خواهی میکنه، دوباره تکرار نمیشه، تموم شد رفت. فضا اینطوری هست. دعوا میشه، بله دعوا شد، خب قضیه هم به این سادگی حل میشه. دعوا تندتر از این هم میشه. یه روز یه اتفاق جالبی افتاد. یکی از همسرای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صفیه، ام المؤمنین صفیه. خب صفیه ویژگی‌های خاص خودش داره. در این محیط که همه از قریش هستند و از انصاری‌ها هستند و از زمین دور و بر هستند، همه تا حدودی با هم دیگه آشناند و خویشاوندی دارند و صفیه انگار که خارجی هست. ماریه هم، خب ماریه به عنوان کنیز بود، اینقدر فضا براش خطی نمیشد که برای صفیه. صفیه آخه ویژگی هایی که داشت، صفیه اولا دختر حیی ابن اخطبه. پدر صفیه یکی از سران بنی نظیر بود. خب از یهودی های گردن کلفت و سرای بنی نظیر و یعنی شاهزاده بود و از عربا نیست. در خودش مکانت و جایگاهی داشت. جایگاه خودش رو هم خارجی هست. مثلا یهودی هم بود. یهودی بود بعد مسلمان شد اینا. خب و این یه مقداری دیگه تنش‌سا بود فضا براشون. خب مثلا یه روز یه موردی پیش اومد، دعوا شد پیش کی؟ دعوا شد بین صفیه و حفصه. حفصه کیه؟ حفصه دختره عمر بن الخطاب رضی الله عنه است.
عمر وزیر و مشیر پیامبر هست، دائما با پیامبر، عزیز پیش پیامبر، مثل عایشه که دختر ابوبکر هست و ابوبکر هم خیلی برای پیامبر عزیز هست. خب اینجا دیگه حفصه است دیگه، دختر عمر دیگه، باید انتظار داشته باشیم مثل باباش یه مقداری شدت داشته باشه. حفصه به عصبانی میشه، اما عصبانی ببین تربیت پیامبر هست دیگه. فوش میخواد به صفیه بده، نمیگه فوش خیلی بد بده، این بلد نیست این فوش بدو، میاد بهش میگه که دختر یهودی. این خیلی به صفیه برمیخوره. خود دختر یهودی هست ولی الان مسلمان شده، الان خودش مسلمان شده، چرا منو به اصطلاح بد بگید به پدرم، به خانواده‌ام؟ اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گریه میکنه، یا رسول الله حفصه به من گفته دختر یهودی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببین اینجا مشکل کجاست؟ مشکل با حفصه است یا مشکل با صفیه؟ حفصه که اینجا نیست، صفیه اومده. پس صاحب کسی که ضربه خورده رو باید درمانش کرد، پانسمانش کنی. خب صفیه جان نشد که تو بهشون بگی که شما چیتون از من بهتره؟ من شوهرم پیامبر، پدرم از فرزندان هارون پیامبر، عموم موسی پیامبر، حالا شما چی دارید؟ یعنی بفهم که چطور بزنی دیگه. تو رو زدن، اون حرف زدتون جواب بده، جواب داری. جواب خیلی هم جواب محکمی از دهن پر میکنه. به این صورت خلاص صفیه وقتی این رو میشنوه خوشحال میشه، چرا این به ذهنم نرسید؟ الان کی جرأت میکنه که مسلم میشه به صفیه بد بگه؟ البته همچین مورد یه بار دیگه هم پیش اومد، اونجا یه مقداری باز داغ‌تر بود. تو سفر بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عموما در سفراشون یکی یا بیش از یکی از همسراشون رو همراه خودشون می‌بردن بر مبنای نیازی که تو سفر بود و قرعه‌کشی هم می‌کردن و یه سفر. تو اون سفر هم عایشه بودن و هم صفیه و وسایلی هم داشتن نقل می‌کردن. وسایل عایشه کم بود، گذاشته بودن روی یک شتر چابک قوی. وسایل صفیه زیاد بود، سنگین هم بود، گذاشته بودن روی یک شتر لاغر مردنی. خب این شتر یواش میرفت. خب کاروان همه با هم میرن، کاروان به خاطر این شتر سرعتش کم شده بود. مشکل چیه؟ با این شتره. این شتر چرا اینقدر بار گذاشتن روش؟ خب شتر عایشه روش باری نیست، کمه. اونو بیارید، اون بارو بذارید رو این بارو بذارید رو اون شتر. چیزی طبیعی است. این قضیه کاروان، مصلحت کاروان، مسیر زودتر پیش بره. طبیعیه برای کاروان، غیر طبیعیه برای هوا. عایشه تا اینو میبینه دیگه داغ کرد، اومد آهای مردم ببینید چی شده. این دختر یهودی پیامبر رو زیر تاثیر خودش قرار داده دیگه. الان که داغ کرده خب دیگه نمیدونه چی داره میگه. صدای عایشه رو کی شنید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن. عایشه جان، قضیه دختر یهودی نیست، قضیه با مسیر کاروانه، سرعته. این شتره باری نداشت، این بار سنگین‌تر رو گذاشتیم روی این شتر که سریع‌تر میره، قوی‌تره. این بار سبکو گذاشتیم روی این چیزی که اتفاقی که نیفتاده. خب پیامبر ما میخواد که آرومشون کنن. بله. تو که پیامبری، تو چرا دیگه؟ دیگه الان یکمی مسئله بیخ میکنه. مسئله تا این وقت رسید کی؟ ابوبکر صدیق. پدر رسید دیده دختر همچین جنجالی به راه انداخته. ابوبکر هم دیگه قضیه وقتی که
در مقابل پیامبر باشه گفتیم ابوبکر چی میشه؟ شیر میشه. شیر میشه. ابوبکر هم یه سیلی خوب گذاشت زیر گوش عایشه. نه دیگه اینجا نه، اینقدر دیگه نه، هر چیزی حدی داره، از حدش که گذشتید باید اصلاح بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جلوی ابوبکر رو گرفتند و فرمودند که انسان وقتی غیرتی میشه نه سر کو رو میبینه نه ته دره رو. یعنی غیرت، انسان وقتی غیرتی شد دیگه متوجه نیست چی میگه. وقتی عصبانی میشه متوجه نیست چی میگه. حتی وقتی عایشه عصبانی میشد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن؟ می اومدن بینی عایشه رو اینجوری میمالیدن، میگفتن یا عایشه جونم بگو که اللهم اغفر لی ذنبی، خدایا بار الهو گناه منو ببخش. بگو خدایا بار الهو این خشم و غضبی که تو دلم هست این رو فروکش کن. بگو خدایا بار الهو شیطانو از من دورش کن، منو از کید شیطان نجات بده. یا حتی یا احیانا دست می‌ذاشتن روی شانه‌شون و براشون دعا میکردن خدایا بار الهو خشمش رو فروکش بکن، گناهش رو ببخش و از شیطان و کید شیطان نجاتش بده. این فضاست، یعنی یک فضایی که در اون محبت هست، در اون اتفاق میفته، بگو مگو میشه، در اون افراد داغ میکنن، اما همه اینها قابل کنترل هست. چرا؟ چون که هدف از این زندگی چی هست؟ ما میخواییم که یک زندگی، یک کلبه پر از عشق داشته باشیم، پر از شادی داشته باشیم، پر از محبت داشته باشیم. این فضای محبت کجا به وجود میاد؟ در یک مدیریت درست. دعوا میشه، ببینیم که سبب این دعوا چیست. اگر سبب عشق هست، چرا چیزی که مصدرش عشق و محبت هست، حتی اگر این عشق داره کوره، عشق همیشه کوره، این عشق باعث شده که انسان غیرتی بشه، غیرتی که شد دست چپ و راستشو نمیدونه چی کار داره میکنه، اشتباهی ازش صورت میگیره. این اشتباه رو چطور ما حلش کنیم؟ یه وقت با یک نصیحت. خداوند متعال به شوهران میگه فعظوهن. یعنی چی؟ یعنی نصیحتشون کنید، باشون گفتمان درست داشته باشید، شیر فهمشون کنید، بفهمونید که این خانم این کاری که میکنی اشتباهست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که ببین ما وقتی که اشتباه عصبانی میشیم یا در همسر عصبانی میشه اصلا از اسمش متنفر میشیم، در حالی که پیامبر میاد میفرماند یا عایشه جون، یا حمیرا، یعنی با الفاظی که توش محبت هست، عشق هست، صداش میزنه که این وقتی که یک زن رو به این صورت صدا زدی، کل اون بار منفی که هست، اون آتشی که گرفته، اصلا انسان وقتی که عصبانی میشه در واقع آتشی در داخلش فوران میکنه. میبینی جاش حتی سرخ میشه، دماغش باد میکنه. اینا به خاطر همون فوران داخلی است. خب وقتی این رو میگی که عایشه جون، خانمم، عزیز دلم، چی میشه؟ آب سرد میریزه روی همین آتشه، میبینیم که اون فروکش میکنه. بعد میاد براش یاد میده که این دعا کن واسه خوده که خداوند از در بگذره، خداوند بهت صبر بده، اون خشم و غضبت فروکش کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینه که ما میخوایم یک زندگی پر از شادی داشته باشیم، یک زندگی پر از آرامش داشته باشیم، یک زندگی که با واقعیت ها بسازه. دعوا یک واقعیتی هست، اختلافات که به وجود میاد یک واقعیتی هست، اما این اختلافات چطور باشه؟ اختلافات بچگانه باشه. بچه ها با هم دعوا میکنن، خب بعد تو سر صورت هم میزنن، 2 دقیقه بعد میبینی کنار هم نشستن بازی میکنن، دست با بازی همین الان دعوا میکردید شما، بابا فلانی منو زد، خب باش بازی نکن. 2 دقیقه بعد میگه تو که گفت منو زد، خب با کی بازی کنه؟ یعنی دلی داشته باشیم
قلبی داشته باشیم، سینه‌ای داشته باشیم، سینه‌ای مثل سینه بچه‌ها. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگه اجازه بدید همینجا موضوع رو نگه داریم و ان شاءالله این قول از شما میگیریم که ادامه موضوع رو در برنامه بعد به همراه بینندگان عزیز بریم تا شما این چایی که 4 تا قند توش ریختید و خیلی هم شیرین شده رو نوش جان می‌فرمایید. من به این امید که زندگی اصل میشه. ان شاءالله که زندگی همه عزیزان اصل بوده باشه. به سوال‌های شما بینندگان عزیز خواهیم پرداخت در وقت باقی مانده و ان شاءالله در برنامه بعد موضوع ادامه خواهیم داد اگر لقا و بقا مقدر بود باذن الله تعالی. جناب دکتر، بیننده‌ای پرسیدن که سلام علیکم. علیکم السلام. آیا ازدواج با پسری که خواستگار کسی دیگری بوده و بهش جواب رد دادن درسته یا نه؟ از کجا انسان بفهمه که دیگه علاقه‌ای به اون دختر اولیه نداره؟ البته در ادامه گفتن ما همدیگر رو دوست داریم. ببینید وقتی کسی میره خواستگاری جایی به این معنا نیست که دیگه همین شد نشد دیگه قبرستون. طرف بنا به یک معیارها و ارزش‌هایی یه دختری رو دیده که واسه من خوبه، رفتن این دختره بنا به یک معیارها و ارزش‌هایی دیده که این پسر مناسب من نیست، بهش حرف رد دادن. این کل این ماجرا برای شما تو زندگی شما هیچ نباید وجود داشته باشه، ارزش داشته باشه، اصلا نباید بهش فکر کنید. تنها چیزی که اینجا برای شما مهم هست اینه که بدونید چرا بهش حرف رد زدن. خب آیا مثلا قضیه به خاطر این بوده که پول نداشته، قضیه به خاطر این بوده یا من یک مشکلی داره؟ شما باید این رو تحقیق کنید که اگر این یه مشکلی داره که واقعاً شایستگی این رو نداره که یک شوهر مناسبی برای شما باشه یا برای هر کسی دیگه باشه، شما اینجا حق دارید رد بزنید. اما اینی که چون اونها گفتن بده یا نمیخوایم پس بده، نه، هیچ ربطی نداره. معیارهای انسانها مختلفه. چیزی که شاید پیش اونها بد بوده و زشت بوده و باعث شده اونها ردش بزنن، پیش شما نه، پیش شما خیلی معیار خوبی هست. اونها مثلا ردش زدن چون که گفتند که ما از یک خانواده با حسب و نسب تر هستیم، این از ما پایین تر، یا ما پایین تریم این از ما بالاتر، فردا روی ما میاد تکبر میکنه و فلان. این حرفا رو ما همه رو داریم. شما میبینید نه، این مورد اصلا پیش شما مطرح نیست، در خانواده شما این موردی به حساب نمیاد، یا شما در یک سطح اجتماعی هستید یا هر مورد دیگه. خب این هیچ ربطی به شما نداره که چرا اونها ردش زدن، چون که اونها رد زدن پس آدم مناسبی نه. شما معیارهای خودت رو میذاری، سنجش خودت. اگر دینش از دینیانتش راضی هستید، از اخلاقش راضی هستید، ما از الان به شما میگیم که بارک الله لکما و بارک علیکما و جمع الله بینکما علی خیر. توکل بر الله، ازدواج بکنید و کارت دعوتی هم واسه ما بفرستید ان شاء الله. ممنون از شما. بیننده دیگری بعد از سلام و عرض محبت خدمت شما خصوصا و فرمودن که گور خانه های ما هستید و از اینکه تلاش میکنید تا مشکلات خانوادات بیاری الله متعال حل کنید. الله تعالی شما جزای خیر بده. چند تا سوال داشتم استاد گلم. من جوان 22 ساله‌ای هستم، از افغانستان ازدواج کردم، در دوران عقدم و مسافرم هستم. چند تا سوال دارم. سوال اولم این است که چه کار کنم که طرف مقابلم با من محبت و عشق داشته باشه؟ برادر عزیز، عشق و محبت گدایی نمیشه. عشق و محبت با درخواست نمیاد. خانم عزیز خواهش میکنم که 2 کیلو عشق و محبت به من بدید. نه خیر. عشق و محبت ساختگی است. اگر میخوای عشق ببینی، محبت ببینی، قانون الهی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به اون خوبی که دلت میخواد نمیرسی مگر از همون بدی. عشق بده، عشق خواهی گرفت. محبت بده، محبت خواهی گرفت. البته عشق به این معنا نیست که شما گفتید آی فدات بشم، اونم بشه چی؟ توتی بگه آی فدات بشم. نه، هر کسی، زن بگونه به شیوه معینی عشقش رو ابراز میده، مرد به شیوه معینی که ما روی این بحثها داشتیم که زن یک موجودی هست، مرد یک موجودی هست، هر یکی به شیوه خودش ابراز محبت میکنه. همینه که شما رفتی دنبال کار، رفتی دربدری رو تحمل میکنی، رفتی که چی که مبلغی جور کنی زندگی تو سر و سامون بدی، این نهایت عشق شماست.
اگه خانم البته بفهمه. و خانم از چه محیط اجتماعی هست، این هم مهم هست. خانم روستایی است، خانم شهری است، خانم تحصیل کرده است، یا فلان محیط اجتماعی که هست، بر مبنای اون محیط اجتماعی که یاد گرفته تربیت شده، خاصتا در این مرحله ابراز عشق میکنه. الان شرم و حیا در اوج خودش هست، خیلی چیزا رو میخواد بگه نمیتونه. باید شما اینا رو همه رو مد نظر داشته باشی و زیاد به این چیزا گیر ندی. سوال دومشون فکر کنم یک برنامه کامل میخواد. فرمودن که شب اول ازدواج برام واضح و شفاف بگید، درباره نشانه دختری صحبت کنید و چیزایی که من نمیدانم و هر آنچه که مربوط به شب اول میشه برام واضح و شفاف بدون کدام مشکلی بگویید. همه اینا رو عزیز بنده ما در یک برنامه گفتیم، تو یوتیوب هست، شب اول ازدواج، و علامت اون برنامه این هست که استاد سلیمانی عزیز هی عرقاشون رو پاک میکردن، حالا شما میخواید باز هم همون ماجرا تکرار بشه، همون برنامه رو ببین، تنهایی هم ببین و انشالله مشکلت حله. خیلی در پایانم خواستن اگه میشه جوابش هم از طریق واتساپ برام بفرستید که انشالله احمد جان زحمتش رو خواهد کشید. بیننده دیگری فرمودن من به دختری علاقه دارم، اونم همینطور، فقط مشکلی که هست ما هم مذهب نیستیم. آیا میتونم باش ازدواج کنم و در زندگی سعی کنم که قانعش کنم تا موحد بشود؟ عزیز بزرگوار، بیا شفاف با هم باشیم. شما اول باید بدونی که معنای ازدواج چیست. معنای ازدواج این نیست که من یک کبت و یک فشار جنسی دارم میخوام خودم رو خالی کنم. نه، این اصلا بذار کنار، چون که این چند روز میخواد این کارو بکنی. بعدش چی؟ قضیه این است که شما ازدواج میکنید با کسی که این شخص مادر فرزندان شماست. شما ازدواج میکنید با کسی که پدر و مادرش پدر بزرگی و مادر بزرگی فرزندان شما. با کسی ازدواج میکنی که برادرها و خواهرهاش داییها و خاله های شما، میگی خاله های بچه های شما. میگی که من نه اصلا پیش اونا زندگی نمی کنم. عزیز من، شما زندگی نمی کنید، شما صاحب 5 تا بچه شدید و از این دنیا رحلت فرمودید، البته انشالله با عمر نوح علیه السلام. خب بعدش این فرزندان کجا میرن؟ همین مادر اینا رو تربیت میکنه. شما ازدواج میکنید با این X یا Y، با این خانم، با همون حالی که هست. اینی که من این رو عوض خواهم کرد، نه خیر، این یه هندونه است، همونطور که بازش کردی همینه، میخوای بردار، نمیخوای بذار. خب اینی که من بعداً ازدواج میکنم، هیچ احد الناسی در دنیا طاقت و قدرتی این رو نداره که یک احد الناس دیگری رو عوض کنه. پیامبر خدا که پیامبر رب العالمین بود، این قدرت رو نداشت که کسی رو عوض کنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر ما، تو اونی که دلت بخواد نمیتونی عوضش کنی، هدایتش بدی. هدایت دست خداست. کی رو خداوند هدایت میده؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند مسیر و جهت‌دهی هیچ قومی رو عوض نمیکنه تا خودشون بخوان. کسی که بخواد درست بشه درست میشه، کسی که نخواد هیچ احد کاملا دنیا جمع بشن نمیتونن راستش کنن. خب اینی که شما در آینده میخواید چه کار کنید، آینده رو بذار کنار، امروز با امروز حرف بزن. امروز اینو قبولش داری، با همین وضعی که هست ازدواج کن. قبولش نداری، فردا این عوض بشو نیست، شما رو عوض میکنه، بچه‌هات عوض میکنه، زندگیت رو عوض میکنه، همه. پس ما به هیچ عنوان هیچ شخصی رو تشویق نمی کنیم با کسی که هم مذهب و هم دینش نیست، هم فکر و هم ایدهش نیست در زندگی، با اون ازدواج کن. ممنونم. خانم امینی در فیسبوک نوشتن که چرا انقدر تاکید داره روی تعدد زوجات و این بخش آیه رو که وان خفتم الا تعدلوا فواحده رو این بحث صحبت نمی کنید و عدالت، و با توجه که رسول الله فرمود در آخر الزمان 50 نفر، یک مرد تا 50 زن رو هم کفالت خواهد کرد، خود به خود در آخر الزمان تعدد زوجات رواج خواهد یافت، نیازی به تبلیغ نیست. خانم امینی عزیز، اگر شما، ببخشید این حرفو میزنم، شما یه مقداری یه دیدی بزنی در جامعه و از خودخواهی بیاید کنار، ببینید که این مسئله یکی از عمده ترین و نیازهای مبرم جامعه هست و یکی از بهترین وجوه عبادت الله تعالی است. ما میخواییم که جامعه اصلاح بشه. ما میخواییم که خدایی نکرده افرادی مثل شما که زن اول هستند، فردا که بیوه شدن،
خدایی نکرده این فرد در جامعه نیفته. شما اگه امروز زن اول هستید شاید فردا زن دوم شخص دیگری باشید. فردا اگر خدایی نکرده شوهرتون تصادف کرد از این دنیا رفت، این زندگی دست خداست، مرگ و زندگی دست خداست. خب این مشکلات در جامعه نیاد. ما میخواییم که خدایی نکرده اگر شما رو خداوند متعال چند تا دختر داشت، دختراتون نمونند. ما واسه اینه که میخواییم که و اگر میخوایی جامعه اصلاح بشه باید درد این جامعه رو احساس کنی، باید سعی کنی که برای دردهای جامعه درمون داشته باشی. یک عزیزی چیز خیلی خوبی گفته بود، حالا یکی از دوستان جوابش رو داده بود، خیلی خوشم اومد که یکی از عزیزان نوشته بود در زیرنویس تلویزیون که من 33 سال دارم، برام دعا کنی تا حالا نتونستم شوهر پیدا نکردم. اینا خب 33 سال داری عزیز من، خداوند متعال میفرماید ادعونی استجب لکم، دعا کنین من اجابت میکنم. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. شما دعا کنید، اما وقتی که شما دعا میکنید، اما دایره دعایت رو کجا گذاشتی؟ من 33 سالمه. خب عزیز من الان واقعیت امر میگه چی؟ یعنی واقعیت امر ما برای شما باید شوهری پیدا کنیم که حداقل به صورت استانداردش 38 سال عمر داشته باشه، از شما 5 سال بزرگتر باشه. الان من کجای دنیا میتونم جوون 38 ساله ای رو پیدا کنم که تا حالا ازدواج نکرده که بیام بگم که بیاد باشه خواستگاری شما؟ اگر جوونی باشه که 38 سالش هست و این ازدواج نکرده، این مشکل روانی داره. الان این جوون نرمال نیست. این جوون اگر بهترین جوون و صالحترین و نیکترین جوون دنیا باشه، نیاز داره که وقتی ازدواج کرد پدر مادری خویشایی باشند که این رو کنترلش کنن. این چرا؟ چون که این تأخیر در ازدواج داشته، یه مقداری زده روش. خب نمیگیم خل شده، اما مشکل داره. خب الان این ازدواج کرد، شمایی که 33 سال دارید الان مشکل دارید. شما الان که ازدواج میکنید، الان اگر شما دعا میکنید خدایا بار الها برای من، مفهوم دعات همینه، یک جوونی رو بفرست که 38 سال داشته باشه تا حالا ازدواج نکرده باشه. این مفهومه. اما اگر به شما بگیم که بیا زن دوم کسی باشو، دعوا میکنی. خب بیا نمیدونم زن کسی باشو که ازدواج کرده، همسرش وفات کرده، تو بچه داره، خوشت نمیاد. یعنی تو میای یک دایره بزرگی رو که خداوند متعال برات گذاشته، اون رو میزنی کنار. من فقط اینو میخوام، این شد نشد. درصد امکانش چقدر هست؟ 2%. 98% رو ضایع میکنی که 2% به دست بیاری. این نشد. پس واقع بین باشیم. با واقع بینی میتونی مشکلات رو ما حل کنیم. انشاءالله. میرانی دیگری فرمودن من یک دختر را دوست داشتم اما یگان ارتباطی غیر شرعی نکردم، حتی سخن نگفتم، اما برایش فکر زیاد میکنم. یگان چیزگویی تا فکرش را نکنم، اما او بهترین است، میخواهم او را به همسری گیرم. عزیز برادران تاجیک باید باشه. عزیز بزرگوار، اینی که بهترین هست طبیعی است. شما الان عمرتون نگاه کن. شما یک انسان گرسنه تو یک دشت گرسنه هستی، الان یه پیازی بهت نشون بدن دهنت همچنین آب میفته که نگو. این بی این معنا نیست که این پیاز بهترینه و بی این معنا نیست که اگر خوردیش به سعادت میرسی. نه، شما این رو که این بهترین رو بذار کنار. برای خودت ببین که چه زنی رو میخوای، چه زنی که مادر فرزندان و آینده‌ات باشه. این زن چه مواصفاتی داشته باشه. آیا این مواصفات در این هست. بعد از اون بیا نماز استخاره کن، از خدات مشوره بگیر، از بندگان خدات مشوره بگیر، ببین درسته، برو خواستگاری تو روز روشن، برو مثل مرد مردونه ازش خواستگاری بکن. الان این دختر رو تو باش رابطه داری، نمیدونم سلام علیک میکنی، نمیدونم بگو مگو میکنی، این بگو مگوها در میان شما یک کسی دیگه هست که شما نمیبینید. شیطان هست، شما رو میبره میدوزه تو چاله. الان که افتادی تو چاله بعد میگی که نه من نمیخوامش. چرا؟ چون که
شاید کسی دیگه هم همین مسیر رو با این دختر طی کرده، این دختری که اینقدر برای من تنازلات داد شاید با کسی دیگه داشته باشه. ازدواج کردی، شیطان باد میاد همین وسوسه رو میکنه. پس به خاطر اینکه این مشکلات برای آینده برات پیش نیاد، وسوسه شیطانی دور بشه، ایشون رو خوب بفهم، خود اجازه بده که ایشون هم شما رو بشناسه، خانوادت رو بشناسه، همدیگه رو قبول دارید، برید از همدیگه خواستگاری کنید، حلال همدیگه بشید، دیگه اینقدر ذهنت رو هم مشغول نکن. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن از زندگیم خسته شدم، هر روز با شوهرم دعوا میکنم، عقدم هر روز عروسی هم نکردیم، هرچی بهش میگم بهم فحش میده و تون برخورد میکنه و هرچی از دهنش در میاد میگه و بعد در حالی که با دیگران رفتار خوبی داره منم میگم چرا همچین رفتاری با من نداری، ولی این کارو نمیکنه. گاهی میترسم شاید کسی به محبت کنه برم طرفش و خدا اون روز رو نیاره. بهش میگم دارم محبت میخواد، میگه چیکار کنم که میخواد. حتی بهم یک روز نگفتم امروز با هم بریم جایی و هر چی میخوام بعد خودم بهش بگم التماسش کنم. گاهی وقتا خیلی دلم میگیره، حتی خانواده‌اش هم هر چی دلشون میخواد راحت میگن راهنماییم کنید چیکار کنم، چون میگن زن اصلا حق نداره. این گونه بهش میگم. نخیر ببین خواهر عزیز، اولا ایشون با همه، خودتون میگی با همه خوبن، پس انسان خوبی هست. خب چرا با شما چون این برخوردی دارن؟ این یه برخورد انتقامی هست. ایشون یک صفتی، یک حرکتی از شما دیدن که دلشون رو گرفته، یا مجموعه ای از کارهایی رو شما انجام دادید تراکم پیدا کرده و یه فایل هایی جمع شده و ایشون این رفتار رو با شما داره. و اینی که من محبت میخوام، عشق میخوام، گفتیم که محبت و عشق گدایی نمیشه. محبت و عشق ساختنی است. شما بهش خوبی کن تا خوبی ببینی، یه بار نه، 100 بار نه، اینقدر بهش خوبی کن که مجبور بشه حتی اشکالاتی یا بدیهایی کردی یا حرکتایی و بدون که چه حرکتایی یا چه کارهایی شما میکنید که ایشون بدش میاد. اونو رو شما اگر این رو میخوایی به عنوان شوهر باید مطابق میلش بری. شما نمیدونم یک حرکتایی میکنید که ایشون خوشش نمیاد، نباید بکنید. یه بار به تذکر داد، الان شما در مرحله عقد هستید، ازدواج هنوز نکردید، پس شما در مرحله عقد هستید، باید شفاف بدونی که چی میخواد چی نمیخواد. میتونی با این شخص، با این خواسته ها، با این مزاج، با این طبیعت پیش بری، بسم الله پیش برو. نمیتونی، از الان فرصت این رو دارید که از هم جدا بشید، که ما توصیه نمی کنیم از هم جدا بشید، توصیه می کنیم که شما برید. برنامه‌های ما قبل از این داشتیم که چطور عشق رو میسازی. عشق شما دارید میسازیدش. این فرد فعلا از نظر ما مشکل نداره، چون که خود شما میگید با دیگران خوب هست. پس یک مشکلی هست که پیش شماست، شما سببش هستید. این مشکلات رو برطرف کن و عشق رو خودت بساز. اینقدر بهش خوبی کن. شما ببینید وقتی عقد کردی، در عقد شما امضا کردید. این امضای شما به مثابه این بود که بار الها من در مقابل توی پروردگار عهد و پیمان میبندم که چنانچه منو حلال این آقا کردی، من این آقا رو خوشبخت میکنم. این وظیفه شماست، این فرد رو خوشبخت بکنید. ایشون هم همچنین عهدی با خداشون بستن، ایشون مسئول عهد خودشون هستن، به شما ربطی نداره و شما مسئول عهد و پیمان خودتون هستید. بیایید به عهد و پیمانت پایبند باش، خود به خود رامش میکنی. عزیز من، عزیز من، ضعیفترین موجودی که میتونه به سادگی رام بشه موجودی هست، اسمش هست شوهر. خیلی راحت مثل یه بچه میتونی رامش کنی. فقط یه مقدار فن و فوت بده، یه مقدار همت به خرج بده، اینطوری رامش کنی که کیف کنی. ممنونم، جزاکم الله خیر. فرصتمون به پایان رسید، اما سوال همچنان باقی است. انشاءالله در برنامه بعد عزیزانی که به پاسخ سوال‌هاشون هنوز دست نیافتن حتما انشاءالله مطرح خواهیم کرد. سوال‌های شما رو در طول فاصله این برنامه تا برنامه بعد میتونید نظرات، پیشنهادات و یا سوال‌های خودتون رو در تمام این موضوعاتی که در برنامه سفره دل مطرح شده به ما در میان بگذارید، از طریق فیسبوک و یا همچنین از طریق زیرنویس ما در شبکه جهانی وصال حق، اون گوشه سمت از روبروی تصویر که قرار میگیرید، گوشه سمت راست، اونجا ما هم از طریق تلگرام، از طریق واتساپ شماره ها نوشته شده و میتونید که انشاءالله از اون طریق برای ما پیام بفرستید و انشاءالله در برنامه مطرح خواهد شد. علاوه بر این که انشاءالله جناب دکتر قول دادن تا در برنامه بعد موضوع این هفته خانه های رسول صلی الله علیه و سلم، گفته‌های از خانه های رسول صلی الله علیه و سلم رو هم
ادامه بدیم جناب دکتر شما و صحبت پایانیت. من فقط یک پیام دارم به همه عزیزان. ببینید عزیزان عزیز، خداوند متعال ما رو در یک آزمایشی قرار داده. همین روزها ما الان یه منطقه‌ای داریم که در این منطقه زلزله شده. در این منطقه زلزله غرب کشور، اونجا الان زنهای بیوه زیادن، اونها دخترایی که بی سرپرست هستن زیاد شدن، بچه‌های بی سرپرست زیاد شدن. اگر توی مرد و توی زن هر کی باشی انسانیت توت هست، امروز تماس میگیری با اون منطقه، میگی که من حاضرم اگر در اونجا دختری هست بی سرپناه بی سرپرست که من بیام برای شوهرم ازش خواستگاری کنم، برای پدرم، برای خواهر، برای برادرم، که این دختر بی سرپناه نمونه. اگر اونجا زن بیوه‌ای هست ما بیاریمش و ازش کمکش کنیم تا در ضمن یک خانواده‌ای قرار بگیره. عزیزان من، الان گرگه ها اونجا ریختن. این افرادی که اونجا هستن عزیزان ما هستن، مؤمنان موحد هستن، عزیزان کرد. اگر شما کردها اونجا نتونید، اولویت مال شما کرداست که برید برادرای خودتون جمع کنید، بعدش همه کشور، همه انسانیت. نذارید که گرگه ها بیان این دخترها رو بگیرن ببرندشون مشهد و قم بشن بازار صیغه مجموعه از آخوندهای کثیف. نذارید که این فرزندان یتیم اونجا این گرگه ها اینا رو شکار کنن، فردا همینا بشن به صلاح سپاهی ها و فلانی که میان شما رو میکشن و آینده شما رو غرق میکنن. بچه ها رو نذارید بدزدن، خانم ها رو نذارید بدزدن، مردا رو نذارید که ضایع بشن. این یک ابتلا و یک آزمایش الهی است. بیایید دست در دست هم مردونه به خدامون نشون بدیم که ما مرد هستیم و در مقابل آزمایش الهی نشون بدیم که ما پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. ممنونم جناب دکتر. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تشکر خاص دارم از احمد جان کارگردان محترم برنامه و همراه منیر احمد عزیز و فرید جان عزیز، همچنین مهندس ثناءالله و رفیع الله عزیز که کمک میکنن و زحمت میکشن تا این ارتباط بین ما و شما پیوسته برقرار باشه. در پایان از الله متعال برای تمامی گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت، برای خودمون استقامت بر مسیر توحید و رضایت الله متعال تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم و همه شما خوبان و مهربانان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.